لامعه از کانادا، بفرما. با عرض سلام خدمت شما برادر عزیز و محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما جهان سپاس میکنم. خیلی ممنون. بسیار با متانت و بسیار با استقامت خاص به حق ما مسلمانان خدمت میکنید و الله محتاج شما را حج فرعون بده. خیلی ممنون، متشکرم. دوم برادر محترم، امی خود سوره فاتحه یک سوره مبارک است که برادرای اهل تشیع، کسایی که به رفض عادت دارن به رافضیگری، اینمی جواب سوال کلی گپ‌های دینا را میگه از ما بخوای، پروردگار میگه از ما بخوای، ما گپ‌های تو را، سخنهای تو را که تا در قلبت باشه میشنوم. آدی چی ضرورت است که ما بریم پیش قبر استاد چهر میگوییم یا فلانا امام ابوالفضل رحمت الله یا حسین یا علی برای من این چیزه بسی یا اون چیزه. اونا رحمت خدا بر همشان از این جهان فانی به دارالبقا رفتن. درست. شما چرا به قرآن مراجعه نمی‌کنید؟ درسته. با سخن شما را تصدیق میکنم. اصلا اینا از مغلطه های مذهبی استفاده میکنن برادر. درسته. اینا اصلا دین اسلام به باد فراموشی قرار دادن و اینا نمیخواین که به مردم عامه حقیقت دین مقدس اسلام ابراز کنن. درسته. اگر من زیادگی کردم مرا ببخشید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکر از خواهر گرامیمون از کانادا. بسیار زیبا فرمودند. به هر صورت ما هدف ما این است که پیرو کتاب هدایت باشیم و پیروی از کتاب خدا و سنت رسول خدا کنیم صلی الله علیه و سلم. این کسانی هم که بالاخره همون اندازه گفتم دیگه بیشتر از این تربیت نشده اند، یعنی امامان اینا، امامان یعنی این مراجعی که اینا دارند ظاهرا بیشتر از این ندارند که به کسی بدهند. هرچی داشتن همین است، یا باید لعن کنند، یا باید توهین کنند، یا باید دشنام بدهند، یا باید ناسزا بگویند، دیگه چیزی بیشتر از این ندارند. و رسول خدا هم فرموده صلی الله علیه و سلم: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. میگه ایماندار، اهل ایمان اهل لعنت نیست، لعنت کردن نیست و طعنه زننده نیست و ولا الفاحشی و حرف ناشایست نمیزند و بذیء هم نیست، بددهن و بدزبان هم نیست. اون کسی که بددهنی و بدزبانی در واقع بدزبانی داره خودش رو معرفی میکند.